سلام همراهان عزیز رادیو جوانه، شما رو دعوت میکنم به شنیدن یه قسمت دیگه از کتاب صوتی تکه‌هایی از یک کل منسجم. این قسمت از کتاب در مورد با عصبانیت رفتار کردن تو رابطه صحبت میکنه. باید ببینیم موقعی که عصبانی میشیم چطور میتونیم این عصبانیت رو کنترل کنیم که رابطمون آسیب نبینه. وقتی نامهربان میشویم، ما به همان شکلی که با ما نامهربانی کردند، اکنون با خود و حتی با دیگران نامهربانی می‌کنیم. ما همه زخم‌هایی داریم که درد پشت این زخم‌ها می‌تواند رفتارهای ما را با آدم‌ها تغییر دهد. در همه ما قدرتی وجود دارد برای تخریب، برای نادیده گرفتن، برای قضاوت و حمله. در همه ما. تفاوت ما در انتخاب‌ها و تصمیم‌هایمان است. تفاوت در انتخاب رفتار و تصمیم برای شبیه نشدن به یک زخم زننده دیگر. در نهایت ما همه در موقعیت‌هایی قرار می‌گیریم که زخم‌ها تحریک می‌شوند و دردها بیدار. و گاهی هیچ کس مقصر آن درد درونی که ما در آن لحظه حس می‌کنیم نیست، بلکه فقط آن فرد یک بیدار کننده است، بیدار کننده دردهای ما، بیدار کننده حسرت‌ها و نداشته های ما. در لحظه‌ای که زخمی قدیمی تحریک می شود، در درون ما قدرتی از خشم و غم به وجود می آید و درست در همین لحظه در ما رفتاری در حال شکل گرفتن است و تفاوت در این است که آیا این رفتار را در جهت خالی کردن سریع قدرت بر روی دیگران به کار بگیریم و یا آن را همچون انرژی مهم و ارزشمندی بدانیم و اجازه دهیم در درونمان بماند و به رشد ما کمک کند. آدم‌هایی که از درون آرامتر و در رفتار متین‌تر هستند، افرادی هستند که قدرت دردها و زخم‌ها را سریع بر سر دیگران آوار نمی‌کنند. اجازه می‌دهند قدرت به جای تبدیل شدن به تخریب، به سکوتی عمیق اما آگاه کننده تبدیل شود. کار سختی است زمانی که می‌توانیم سریع‌ترین راه را برای تخلیه انتخاب کنیم، به درونمان برگردیم و شاهد حضور زخم‌های گذشته‌مان و دردهای اکنونمان باشیم و شبیه به دیگران سریع‌ترین راه را انتخاب نکنیم. کار سختی است، اما تفاوت ما در همین است. تفاوت ما در تحمل و درک کردن است، در تصمیم‌ها و انتخاب‌ها. اگر می‌دانستیم چقدر دردهایمان شبیه به یکدیگر است، بیشتر همدیگر را درک می‌کردیم و کمتر حمله می‌کردیم. اگر می‌دانستیم در بیشتر مواقع آدم‌ها نمی‌خواهند به ما آسیب بزنند، بلکه فقط بدون اینکه متوجه باشند دردهای قدیمی ما را بیدار می‌کنند، بیشتر صبوری می‌کردیم و کمتر خشم‌هایی را که متعلق به گذشته‌هایمان است بر سرشان خالی می‌کردیم. اگه این بخش از کتاب براتون مفید بود، لطفاً ویدیو رو لایک کنید. برای شنیدن بخش‌های دیگه کتاب تکه‌هایی از یک کل منسجم، لطفاً کانال رادیو جوانه رو سابسکرایب کنید.